درود عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز. الیاس اسلامی منش هستم، گزارشگر و نویسنده سایت تحلیلی کیهان نوین. امروز گزارش ویژه‌ای رو برای شما عزیزان تهیه کردیم از یک فعال حقوق بشری از ایران. ایشون با اعتراضات و اعتصابات خودش کنار همراه فعالین و خانواده‌های زندانیان سیاسی ندای آزادی و صدای زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده. جناب زرتشت احمدی راغب، فعال سیاسی و حقوق بشری، امروز قبول زحمت فرمودند با توجه به شرایط امنیتی در داخل ایران این وقت رو به بنده دادن و در مصاحبه اختصاصی سایت کیهان نوین شرکت کردند. ضمن تشکر از جناب زرتشت احمدی راغب و عرض ادب و احترام خدمت ایشون، ضمن اینکه خودتون رو بیشتر برای بینندگان معرفی میکنید، از فعالیت هایی که الان داشتین و بیشتر جلوی زندان اوین شما تحصیلاتی کردید برای آزادی زندانیان سیاسی، درباره اون فعالیتاتون اگر امکانش هست برای بنده و برای سایت ما بفرمایید. سپاسگزارم. بله، درود بر شما. عرض کنم خدمت شما که فعالیت‌های دو دهه اخیر من بیشتر متمرکز روی فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی، ولی در یک دهه اخیر ما متوجه شدیم با وضعیتی که برای زندانیان سیاسی پیش اومده و البته با افزایش رسانه‌های مجازی که بیشتر تولید اطلاعات و تبادل اطلاع میکرد، ما فهمیدیم که باید حوزمون رو بیاریم در جایگاه دفاع از حقوق بشر که بتونیم کاری برای زندانیان سیاسی انجام بدیم. چرا که زندانیان سیاسی علاوه بر این که اونجا در زندان محبوس هستن، در حال اینا صاحب فکر، اندیشه و عقیده هستن. در این سرزمین اینها وقتی که بیرون از زندان هستن فعال هستن، فعالیت‌های فرهنگی، مدنی و سیاسی انجام میدن و دفاع از اینها در حال میتونه برای کشورمون، برای مردممون خیلی مفید باشه. اینه که با دوستان ما تصمیم گرفتیم که حرکت‌هایی رو انجام بدیم. فکر میکنم که موثرم بود. ما در آغازین حرکتی که داشتیم همراه شدیم با تحسن خانم نسرین ستوده در برابر کانون وکلا که ایشون رو 3 سال بعد از زندان از وکالت معلق کرده بودن که هر روز میرفتن در برابر کانون از کنم که در تهران و تحسن میکردن. ما به ایشون پیوستیم، مدتی اونجا بودیم و ایشون نتیجه گرفت و موفق شد که این حکم رو لغوش رو بگیره و به کارش برگرده که توسط دوستان این داستان ادامه پیدا کرد. ما به فعالیت گرفتیم و در برابر دنا، در برابر لاستیک دنا در میدان ونک این حرکت انجام شد و از اونجا هم رفتیم به سوی زندان اوین، یعنی در برابر جایی که دوستان ما یک دیوار حائل ما و دوستان بود. شنبه ها ما در برابر زندان اوین و دوشنبه ها در برابر لاستیک دنا. در برابر لاستیک دنا جنبه دادخواهی بیشتری داشت، چرا که از دادخواهان اعدامیان دهه 60 خانواده‌هاشون می اومدن. از کنم که خانواده جان باختگان سال 88 می اومدن، کسایی که به حال نوعی در کارشون آسیب دیدن می اومدن و گروهی از طرفداران و شاگردان آقای طاهری بود که همینطوری داشت رو به گسترش میرفت که متاسفانه برخورد شد و با بازداشت من و دوستانم، زندانی شدنمون و پرونده سازی فعلا این قضیه هم که مونده و به حال ما داریم فعالیت همون رو میکنیم. و الان شما واکنش هایی هم دارید از بابت جمهوری اسلامی؟ با الان احضاری هایی دارن؟ آیا شما دادخواهی کردن؟ از جهت پرونده های خودمون رو میتونم؟ بله از کردم که ما مثلا خود من رو در 2 آذر با چند تا از دوستان دیگه در میدان ونک دادخواهی برای اصلا که بنا رفته بودیم بازداشت شدیم. 2 روز بعدش هم دوستان ما در برابر زندان اوین دستگیر کرده بودن که منجر به
زندانی شدن ما شد و از کنم که پرونده سازی و به دادگاه هم رفتیم. برای دوستان شنبه، دستگیری شنبه که در برابر زندان اوین بود، حکم 3 ماه و 1 روز و شلاق صادر شد که در مرحله تجدید نظره، ولی برای ما هنوز حکمی صادر نشده. علاوه بر اون من یه پرونده هم دارم، تبعیض علیه نظام در دادگاه انقلاب شهریار که از کنم 6 ماه به من زندان دادن به خاطر تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و این هم در مرحله تجدید نظره و منتظریم که ببینیم چه پیش خواهد آمد. و در این میون ما هم کارهای خودمون انجام میدیم، به هر حال دادخواهیامون انجام میدیم، مینویسیم، با زندانیان سیاسی در ارتباط هستیم. از جمله همین الان من یک نیم ساعت پیش فارغ شدم از نوشتن مطلبی که درباره آقای افشین سهرابزاده، زندانی سیاسی که در میناپ هست. ایشون جالبه که آقای امید کوکبی رو فهمید. بله، در کلیه این آقای افشین سهرابزاده سرطان روده داره. ببینید سرطان روده داره، در زندان میناپ تبعید هست، در جای بسیار بد آب و هوا و گرم. ایشون ساعتی پیش با من تماس گرفت. 2 هفته با اون شرایط بدی که این باش دست گریبان هست، با اون بیماری، حتی 2 تا از رگ‌های قلبش هم گرفته و سرطان روده داره، 2 هفته در اعتصاب غذا بوده. چرا که ایشون قرار بوده بره مرخصی، 100 میلیون وثیقه خواستن تودیع کرده، آماده بوده، لباس شده بوده که بره بیرون، گفته بودن دادستان گفته که نه شما نمیتونید برید و وثیقتون اضافه شده. به همین جهت بیدرنگ ایشون برمیگرده و از همونجا اعلام اعتصاب غذا میکنه. میگفت 46 کیلو شدم. با این شرایط میگفت هنوزم به من رسیدگی نمیکنند، باور نمیکنن، حتما من باید بمیرم تا باور کنند. قرار شده که دادستان بیاد بره دیدنش. گفت اگر این اتفاق نیفته من به زودی با همین وضعیتم، با همین وضعی که دارم و این سرطانی که هست، دوباره اعتصابم را شروع خواهم کرد تا به مرگ. یعنی میگفت باور کنید که این بار حتما مرگ رو در آغوش خواهم گرفت. با خودش صحبت کردم با یک لبو. درسته. الان با توجه به فشارهایی که جمهوری اسلامی بر یکایک زندانیان سیاسی و عقیدتی داره میاره و با توجه به الان حاکمیتی که الان در ایران داره تمام بیشتر مردم رو به زیر خط استبداد و فقر و اجتماع رو به این صورت برده و الان هم ما در آستانه روز کارگر هستیم. با توجه به اینکه در آستانه روز کارگر هستیم، چه پیامی دارید برای مردم داخل، برای فعالین خارج، برای کسانی که میتونن صدای فعالین داخل زندان باشن؟ شما چه پیامی دارید برای اون دسته؟ روز کارگر رو که فرمودید، از کنم که 11 اردیبهشت ما همیشه مصادف با آنی که ما در اون هستیم در ماه جاری. ببینید من اشاره کنم به آقای جعفر عزیززاده. ایشون یک فعال کارگری سندیکالیست هست. ما به زندان نوین که رفته بودن ایشون رو اونجا ملاقات کردن. این کارگر چقدر آدم باهوش، باسواد و فعالی بود. 6 سال زندان به این داده بودن و اونجا با این وضع داشت از کنم که حبسش رو سپری میکرد. چند ماهی هم بود تازه شروع کرده. از کنم که فعالان سندیکایی و کارگری شرایط بسیار بدی دارن. ورشکستگی که در این چند سال اخیر شاهد بودید با توجه به این وضعیتی که برای انرژی هستی اینها به وجود اومد، کارگران زیادی در این سرزمین ورشکست شدن، خانواده‌هاشون دچار فقر و بیکاری و از کناسگرد و ناامیدی شدن. من امیدوارم که این شرایط برطرف بشه و نخواهد شد مگر با همدلی و همبستگی. صدای این آزادیخواهان باید به گوش جهانی هم برسه. من اشاره‌ای هم کنم به رسول بزاقی عزیز، معلم زندانی اسماعیل عبدی، از کنم بهشتی لنگرودی که ایشون هم از معلمان قانون صنفی هست و ایشون هم از دیروز اعلام اعتصاب غذا کرده به خاطر فشارهایی که به اینها میاد. فقط باید صدای آزادی اینها باشیم، حمایت بشه از آزادی اینها. فقط هم البته با گفتگو و مصاحبه و اینها نیست، باید
حرکت‌های بیشتری انجام بشه، همدلی‌های بیشتری انجام بشه و این صدا به گوش مراجع بالا برسه. حاکمیت الان یک دسته، تمام ثروت و قدرت این سرزمین رو در دست داره، سلاح دین رو در دست داره. به هر حال پول نفت رو عرض کنم که ذخایر و معادن و گاز ما همه چیز در اختیار ماست. چرا رها کنن برن وقتی میبینن ما سکوت میکنیم؟ اینه که سعی میکنن با اهرام قانون فعالان رو سرکوب بکنن و همین باعث بشه که دیگران بترسن. اعدام ها رو ببینید، برای مواد مخدر در سال اخیر چقدر ما اعدام داشتیم. آیا اینا واقعا میخوان مواد مخدر رو ریشه کن کنن؟ نه، اینا میخوان مردم رو سرکوب کنن. اینا میخوان از این وضعیت بهره ببرن، فقط به مردم پیام خفقان و سکوت بدن. اینه که آزادی خواهان در ایران سکوت نخواهند کرد، با روش‌های خودشون به پیش خواهند رفت. و سپاسگزارم از شما و دوستانتون که به هر حال سعی میکنید که این صداها رو به گوش دنیا برسونید. ممنون از شما جناب احمدی راغب. من فقط ضمن آخرین سوال از شما، یک سوالی که همیشه در بین همه ما فعالین هستش و از اینکه خب جمهوری اسلامی بعد از پایان محکومیت فعالین آزادشون میکنه و حالا با قرار وثیقه‌های میلیونی که براشون سند میذارن و آزادشون میکنن. آیا شما دیدین، شنیدین که جمهوری اسلامی اینا را هنوز با اینکه آزاد کردن آیا تحت تهدید قرار میده؟ آیا اینا رو با دادگاه وزارت اطلاعات همیشه اینا رو میخواد؟ آیا شما چه گزارشی دارید از این سوال بنده که چی کار میکنه جمهوری اسلامی؟ خب ببینید، نمونه بارز این که اولا همین آقای بودرسول گذاره 6 سال زندان داشت، فعال قانون صنفی معلمان بود. ایشون رو من خودم باهاش همکاری داشتم. 6 سال زندانش در تابستان سال 94 تموم شد. از ایشون نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواسته بودن که دیگه اگر آزاد شد، بعد از آزادی از زندان فعالیت صنفی نداشته باشه، فعالیت سیاسی نداشته باشه. ایشون نپذیرفته بود. بیدرنگ براش پرونده جدیدی در همون زندان بازگشایی و 3 سال زندان. مثلا عنوانش این بود که توهین به مقامات، توهین به رهبری. 3 سال الان دوباره داره زندان، وارد 7مین سال زندان خودش شده. آقای اسماعیل ارتی رئیس کانون صنفی معلمان بود. ایشون رو اصلا که قبلا 10 سال زندان بهش داده بودن تعلیقی، یعنی در زندان بود، آزاد شده بود، دیگه کاری باش نداشتن. پارسال وقتی دیدن معلمان تجمع میکنن در برابر مجلس، در جاهای دیگه 2 تا تجمع رو اینا اعلام کردن، بیدرنگ ایشون رو به بهانه پاسپورت از هم خواستن به دادسرای در برابر این دادسرای مقدسی هست، اونجا خواسته بودن و به بهانه رفع مشکلات پاسپورت ایشون نگه داشتن. بعد از مدتی که در زندان بوده، الان برای ایشون 6 سال زندان. یعنی کسی که آزاد از زندانی هم میشه، حبسش هم میگذرونه، میاد بیرون، باز هم به قول شما به نوعی با وثیقه گیر هست، به نوعی باز هم تحت فشار هست که اگر فعال، یعنی ازش میخوان که اگر بخوای فعالیتت رو ادامه بدی، بنویسی، بگی، کاری انجام بدی، حتما ما دوباره تو رو برمیگردونیم به زندان. و این برای خیلی از مبارزین و آزادی خواهان بارها و بارها پیش اومده. یعنی چند بار شده که اینها رفتن زندان، اومدن دوباره همین اتفاق افتاده. خب یه آزادی خواه، یه فعال حقوق بشر، یه فعال سیاسی دست از کارش که بر نمیداره تا شرایط عوض نشه، تا شرایط به اون وضعیت، به اون آزادی، به اون مردم سالاری، به اون دموکراسی نرسه، این فعالیت خودش رو خواهد کرد. حالا چه در زندان محدودتر، در بیرون زندان بیشتر. اینه که این فشارها هست، حالا یا با وثیقه یا غیر وثیقه، و این رفت آمدها به زندان هست و خواهد بود تا زمانی که این آزادی به دست بیاد، حاصل بشه و این سرزمین، این مردم از دست اهریمنانی که سالهاست می‌بینید که چه بر سر ما آوردن آزاد. آخر در مورد فشار بر اقلیت‌های ایران هستش، مسیحیان، بهائیان. الان شما در آخرین سخنان آیت الله خامنه‌ای شنیدیم که
ایشون گفتن که ما مسئول جمع‌آوری حتی کلیسای خانگی هستیم. اینا برای به هم زدن جو عمومی هستن. مسیحیت یک روایته. آیا شما نسبت به فشارهای جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مسیحی که الان می‌بینید در ایران همین کلیسای خانگی و چقدر با ترس با ریسک انجام میشه، در این باره شما چه پیامی دارید، چه صحبتی دارید؟ ببینید اینها به این بحث دین که خیلی بیش از چیزهای دیگه، حتی بیش از بحث حقوق بشر اینا حساسن. چرا؟ مثلا ببینید به دراویش مدتی اینها از کنم که چینه کرده بودن و دراویش رو پی در پی زندانی میکردن و سال گذشته بود که خیلی از اینها آزاد شدن در اثر فشارهای بین‌المللی. همین عرض کنم که بحث بهایی هموطنان بهایی ما همینطور که چند تاشون هنوز هستن رهبرانشون، این کلیساهای خانگی و مسیحیت، اینا بحث مذهب که میاد احساس میکنن که رقیبی داره در جامعه براشون تراشیده میشه که میخواد قدرت اینا رو، ثروت اینا رو از اینا بگیره، به مردم آگاهی بده، به هر ترتیبی باعث بشه که برای اینا خطر به وجود بیاد. چون بحث دین هست و مردم زود مجاب میشن و جذب میشن، عوام و توده ها، اینه که خیلی از این جهت احساس خطر میکنن و برای همین هیچ وقت نباید یه رهبری مملکت بیاد شمشیر رو از رو ببنده، ولی واقعا احساس خطر میکنن. اما من به شما بگم که تمام این احساس خطرها، از کنم که این تهدیدها، چنگ و دندون نشون دادنهایی که اینها دارن انجام میدن بیهوده است. چرا که اینا میخوان به حال این قدرت پوشالی و اقتدار خودشون نگه دارن و بی تردید مردم که خواهان نیستن، فعالان نیست، همینطورن با تلاش هاشون، با شرایطی که در سده 21 داریم زندگی میکنیم، امیدواریم که اینها برطرف بشه و این حاکمیت ظلم و جور و ستم نیز برکنار بشه. اینطور نخواهد بود. البته الیاس گرامی، درود بر تو و دوستانتون و همراهانتون و مطمئنم که شما موفق میشین و دوستان ما هم که در این سرزمین تلاش میکنن اونا هم حتما پیروز خواهند شد. و البته همدلی باید باشه. همدلی خیلی مهمه. همدلی از همزبانی بهتره. همدلی خیلی مهمه. درسته. امیدوارم که ادامه پیدا کنه این دوستی ها، گسترش پیدا کنه و وقتی که ما این دردها رو اینجا بگیم و شما به گوش دیگران برسونید، مطمئناً دوایی هم برای این دردها پیدا خواهد شد. حتما امکان پذیر است. ممنون که وقت رو در اختیار من گذاشتید. سلامت باشید، روزگارتون بخیر. دوستان من هم درودم رو برسونید. پاینده باشید. پاینده باشید. مرسی. بدرود.